سلام دوستان، من تو پلیر هستم. امیدوارم از این ویدیو خیلی خیلی خوشتون اومده باشه. امروز اومدیم با بازی کال آف دیوتی موبایل، یه بازی جذاب. میخوایم بریم آموزش گوست. دوستان سریع میریم این کار رو انجام بدیم. پس بزن بریم، لیتس گو. ببخشید. خب دوستان، ما وقتی وارد بازی کالافمون شدیم باید چی کار کنیم؟ آقا بعضی از بچه ها میگن چطوری اصلا باید گست رایگان بگیریم؟ اصلا مگه میشه؟ بله که میشه. اصلا چیزی نداریم که نشه. پس بزن بریم، لیتس گو. آقا اولین کاری که میکنیم دوستان، وارد بخش ستینگ میشیم. همین ستینگی که تنظیمات خودمون. وقتی که وارد تنظیمات خودمون شدیم صبر میکنیم حالا تا بیاد. خب آقا چیکار میکنیم؟ وارد همین تنظیمات اولین صفحش، اون بالا یه به علاوه داره، یه به علاوه زرد رنگ که الان بهتون نشون میدم. اینجور مانند. خب دوستان وقتی روشو کلیک کنین یه علامت اینطوری میاد. چون الان من سیوم، این علامت اینجا اومد. حالا وقتی شما هم سیو کنین اینجا میاد براتون. چون من هم رو گوگل سیوم هم رو اکتیویشن. خب دوستان چیکار میکنین؟ بهتون گفتم روی به علاوه میزنین. این عکس دقیقا همین عکس رو پیدا میکنین اونجا، همون روش کلیک میکنین و به این صفحه میاد که الان بهتون نشون میدم. خب ویدیو رو قطع میکنم تا بریم ببینیم. لیتس گو. خب دوستان وارد این صفحه میشین و روی گزینه سینگ آپ که همون زیر لوگین ناو میزنین. چون دیگه اکثریتتون بلدین دیگه، فلش نمیخواد. خب صبر میکنیم تا بیاره. خب آقا وقتی که آورد اینجا زده اینتر یور ایمیل. ایمیل تو بزن اینجا. ایمیل تو میزنی. اینجا هم زده کریت پسورد. آقا پسورد دلخواه میذاری واسش، ولی نباید به اون ایمیل بخوره. یه چیز فرق داشته باشه. این پایینی هم که میشه ریجن، کشور. من بهتون پیشنهاد میدم کشور هندو بزنین چون بهتره میاره. اینجا هم که I'm not a robot، من ربات نیستم و فعال میکنید. و این دوتا مهمه دوستان. ببینید من براتون فلش میزنم. این دوتا گزینه رو 100% باید بزنیم وگرنه به مشکل میخوریم. خب آقا وقتی که اینا رو زدین سینگ آپ رو میزنین و وارد این بخش میشین. حالا نمیدونم درست میگم یا نه چون من زدم. خب فکر کنم وارد کال آف دیوتی میشین. حالا بعد میان رو اینجا. آره وارد همون صفحه اصلی کال آف میشین. توی بازی نه، بیرون بازی. شما باید بیاین این تو بزنید. خب آقا من میزنم اینجا رو استوب میکنم، میزنم و میریم تو بازی بهتون نشون بدم. خب دوستان وقتی که وارد این بخش شدین میاین روی پیام. قبلش باید اکانت بسازین با همونی که بهتون یاد دادم اکانت بسازین. خب وارد این اکانت که شدین این بالا توی پیاما براتون اینجا یه گست میاد و وارد اونجا اسکینا میشین و این گست زیبا و قشنگ رو میگیری به همین راحتی. بفرمایید. امیدوارم از این ویدیو خیلی خیلی لذت برده باشین. حتما لایک فراموش نشه و دنبال کردن حتما. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعد فعلا خداحافظ.